خب دوستان گرامی، همان آزمون پیشگویی از شما توفه از ما ادامه دارد و بار اول در این پیشگویی ها یک رکورد گذاشته شد. ارجمند آبلازاده 4 نتیجه بازی رو پیشگویی کرد که تا ایدم چنین نتیجه ها رو از 6 بخوری هیچ کس نیافته است و پیشگویی نکرده است. حالا ارجمند در نزد من هستند. سلام علیکم، مبارک شود. این توفه شما است. خوب خود را شناخت میکنید. از کجای قدر شما خوب نتیجه ها رو دریافت میکنید؟ اولا تشکر زیاد برای شما و تشکر زیاد برای شرکت فالمون 55 که چنین بازی ها رو آزمون ها رو برای ما دوستان فوتبال تشکیل میکند. خلاصه چون جام آسیا بود آسان بود بس کیما برای جام شما. آسیا مخصوصا بازی های دستی منتخب کشورمون تاجیکستان برای من بسیار شوق‌آور است و آسان‌تر است پیشگویی کردنش نسبت به چمپیونات‌های اروپا یا دیگر چمپیونات. برای چی؟ برای اینکه ما تاکتیک بازی رو می‌دونیم یا اینکه قدرت دست‌ها رو می‌دونید. البته البته نه پورا نمی‌دونیم اما باز در بهتر نظر به دست‌های اروپا. چند بار شما غالیب باید در آزمون ما؟ در آزمون شما من البته این سومین مرتبه است که غالیب آزمون شدم. یک دفعه دیگر غالیبی تو و یک دفعه دیگر غالیبی فوتبال که ورزش شده. خیلی خوب. من فکر می‌کنم که بعد دیدن این نوارها علاقه شماره زیادی هم اشتراکداران آزمون ما هم زیاد می‌شود. تشکر دوستان گرامی. در حقیقت نتیجه بازی تاجیکستان امورات 1-1 رو دریافتند. این بازی عربستان سعودی رو با کره جنوبی هم 1-1 بود. بازی ازبکستان تایلند 2-1 بود و یک بازی دیگه قطر با لبنان یا فلسطین بود 2-1. برای همین دوستان گرامی در آزمون‌های ما اشتراک کنید. همین صاحب توپ شود. توپ این نتیجه آخر نیست. باز دیگر توپ‌های هم هستند که علاقه 1-1 تو 600 توپ ما علاقه تقسیم کردیم برای غالیبان آزمونمان و شما هم پیگیری آنها شوید. تشکر زیاد.